سلام، به یه ویدیو دیگه با من خوش اومدید. امروز یکم پیش رفتم، بعد گفتم واسهتون ویدیو بگیرم و میزبان نگاه زیباتون باشم. کارهای پوستی ما انجام دادم، خط چشم هم کشیدم، ولی با این تفاوت که میخوام خط چشم رو فانتزی کنم و بیاید که با هم این کار انجام بدیم. اول یه خط چش ساده میکشید همونجوری که میبینید، بعد از اینجا این قسمت بالای این چین پلکم یه خط به این صورت میکشم. بعد حالا صاف و صوفش میکنیم. بعد از ابروتون باید بزنی بیرون ها. بعد از آخرش اینو بگیرم پایین که ببینید، از آخرش برمیگردم به همین صورت. من میرم صاف و صوفش کنم و اینو بکشم و بیام. خب خط چشم رو کشیدم و اومدم. حالا میخوام چیکار کنم؟ با استفاده از یه شاین پرنسسی یه کوچولو بینش رو اینجا رو شاین بزنم. این از اینه اینجوری پیش پیش میزنیم پخش میشه، ولی خب من ازش خیلی برای گوشه چشمم استفاده میکنم، خیلی زیاد، و دوستش دارم. میمونه اینجوری به این صورت. میاریمش بین خط چشمم. خب حالا برای اینکه میکاپ همو عروسکی تر کنم حد بزنید میخوام چیکار کنم. با یه مداد قهوه‌ای روشن میتونید این کارو بکنید. با یه مداد قهوه‌ای روشن میتونید این کارو بکنید، ولی خب چون برندهای مختلفن نمیتونم شمارهشون. این برندش چیه؟ نمیدونم. چیک نشیده بودم، دقتم نکرده بودم. اینطوری بخندین تا اینجاتون یه کچی رو پف کنه. بعد که پف کرد زیر این پفه رو به این صورت یه مداد، فکر کنم با آینه آرایش کنم خیلی بهتره. یه مداد قهوه‌ای یا یه سایه قهوه‌ای. این یکم توناژ قرمزی داره بچه ها، کنسله با آره این خوشگل داره. اینجوری به این صورت میکشید، انتهاشو باز میذارید. حالا این چشم باز همینجوری قیافت رو میکنید. اینجوری دقیقا بعد اینطوری پفی بشه زیر چشمتون. خب یه نکته مهم حالا میخوام بهتون بگم. همجوری راهش نمی‌کنید که با همون برشی که شاین زدید، چون میخوایم یه کوچولو با اینجاها همخونی داشته باشه، با همون برشی که شاین زدی میای خطی که کشیدی و محو کنی. به همین خوشگلی همه جای چشت رو برقی میکنی. به سمت بیرون. من آینم خیلی جلوی صورتمه و حس میکنم تو دوربین مشخص نمیشه دارم چیکار میکنم. به همین صورت محوشی کاری که وقتی میخندید اینجاتون یه حاله خوشگلی میافته. حالا میخوام چیکار کنم. همینجا همه چیز تموم نشده. میخوام یه کوچولو بچه ها یه رنگ شاین جدید بزنم در حال وسط پلکم. هم توی این شاین هست، هم این رنگای شاین خوبی داره. خب این وای
خط انداخت صورتم. چی کسته؟ خبر بد. این شایناش ژله‌ایه و منم از اونجایی که پلکم یه خورده، ببینید وقتی صحبت میکنم یه پلک میزنم بالا پایین یه کوچولو به هم نزدیک و ممکنه گند زده بشه بهش، پس ژله‌ایه رو نمیزنم، پودری میزنم. پودری سایه محبوبم. حواسم باشه ناخونام جمع کنم. شما میگید کدومو بزنم بچه ها؟ خب میخوام سفید بپوشم و سفیدم رنگیه که بهش میاد همه چی. به نظرتون آرایش آبی بکنم، یعنی سایه آبی بزنم؟ این آبیش خیلی خوشگله. بزنم اینو میزنم. ولی اگه دوست دارید از شاینای دیگه‌اش یا رنگای دیگه‌اش استفاده کنم، دارم دوربین تکون میدم، حتما تو کامنت ها به هم بگید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه و میرم که این سایه آبیه رو بزنم. از اونجایی که شاینم هست دوست دارم با دست بزنم، ولی ناخونام بلنده و فکر کنم بد بشه، نتونم تسلط داشته باشم، پس یه کوچولو ازش با خیلی خوشگله برداشتم. در سایه رو میبندم. از اونجایی که یکم صندوق به دست بی قرار دارم، بهتره که هر باری ازش استفاده کنم درش رو ببندم. میخوام این قسمت وسط رو بزنم. خیلی خوشگل شد، دوستش دارم. اصلا زیاد مشخص نیست ولی یه حاله آبی پشت پلکم هست، خیلی خوشگل. نظر شما چیه؟ خب شاینمو زدم اومدم. حالا میخوام یه کوچولو از سایه آبی با برش فید دارم میخواست بزنم، ولی مداد آبی هم دارم، ولی آبی اینو بیشتر دوست دارم. یه کوچولو آبی مه‌آلود داره بچه، میخوام از آبی مه‌آلود بزنم این بالایی. یه کوچولو از آبی مه‌آلودش دارم گند میزنم، چون سایه یکم بزرگه باید بذارمش روی میز ازش استفاده کنم. ولی من چون که خیلی نسبت بهش هیجان دارم، هی دارم میخواد برش دارم رنگاشو نشون بدم، رنگاشو انتخاب کنم، بخاطر همین گند میزنم بهش. خب میخوام با سایه آبی کوچولو انتهای چشمو آبی کنم، کوچولو. ده بار ویدیو رو قطع کردم، ضبط کردم. مثلا وقتی مامانم خونه است نمیذاره من ویدیو بگیرم، انقدر تون صدای قشنگ و رسا و گوش نوازی داره. با سایه آبی که برداشتی گوشه پلکم رو به سمت پایین آبی میکنم به این صورت و این طرف. چه پیگمنتی داره، با همون یه ذره که برشم هر دوتا چشم رو دارم میزنم. همینجوری میزنید ولی همینجوری رهاش نمی کنید. با برش
پیداش میکنی و یه حال ازش به جا میذاری. همین، ببینید. خب به همین صورت ریمل میزنم و آرایش چشمم تموم میشه. قبل از اینکه یادم بره بذارید من از این شاینی به نوک بینیم ها آرایش اون عروسکیه. سعی کنید حسابی خودتون رو شاینی کنید. یه الان مامانم تموم شد، نوبت بابامه. من میرم شاینا میزنم و میام. خب به نظرتون یه ملک چش آبی هم یه کوچولو اینجا بکشم؟ به نظرم اگه بکشم دیگه این شاینی که گوشه چشمم زدم محو میشه. همینقدر کافیه به نظرتون؟ سایه چشم یکم اینو پخش کنم. به نظرتون شاین آبی این بر با این بر متفاوت نیست؟ این بر بیشتره. بذارید اون برم یکم زیاد کنم. الان بهتر شد. آره. خب تو چشمو به نظرتون آبی کنم؟ میتونم. تست میکنیم دیگه. اصلا اومدیم که با هم آرایش‌های جدید خلق کنیم یا ابتکارات جدید، ایده های جدید. شما هم ایده هاتون رو حتما توی کامنت ها بهم بگید. هر جوری که بگید حتما آرایش میکنم و من خوشحال میشم از اینکه بهم بگید چجوری آرایش کنم. من گوش بدم و آرایش کنم. تو چشمو آبی میکنم. کم کم این کار میکنم. خوشگل شده؟ آره قشنگ شد. فکر کنم من آرایش آبی هم بپوشم. نه بچه، وقتی انقدر از یه رنگ استفاده میکنید یا یه رنگ خنثی بپوشید، یا آبی خنثی، یا سفید بپوشید یا مشکی یا خاکستری. و سعی نکنید برای مثال اگه میخواید آبی بپوشید اینقدر آبی تو سایتون یا توی آرایشتون به کار ببرید. یه تیکه مثلا از چشتون رو این قسمت رو آبی کنید. اینجوری اونجوری بد میشه به نظرم. البته نظر شخصی منه. شما هر جوری که دوست داشته باشید آرایش کنید میتونید و زیبا هستید و به نظرتون آرایش هاتون، ایده هاتون احترام میذارم چون دوستتون دارم خیلی زیاد. عجی بگم؟ نه، دوستتون دارم خیلی زیاد. هرچی بگم کم گفتم. آره فکر کنم. خب دیگه بهتره از سایه چش و چشام بکشم بیرون بچه ها که یه ریمل البته باید بزنم. یه ریمل بزنم و دیگه از چشام میکشم بیرون. یه موضوعی رو لازم دونستم که بگم همجوری در حین ریمل زدن. اونم اینه که جایی که من کار میکنم تابستونا، یعنی 6 ماه اول سال، کلن بندر عباس 2 فصل بیشتر نداره. 6 ماه اول سال میشه تابستون، 6 ماه دوم سال میشه پاییز و ما زمستون بهار نداریم. و تابستونا چون که هوا گرمه و بیشتر مشتریایی که واسه کلینیک ما میاد، مراجعه کننده هایی که میان معمولا از شهرهای دیگه، کشورهای دیگه، از جاهای دیگه میان،
و حالا عقایدشون بعضیاشون اینه که کاشت مو توی زمستون خیلی بهتره ولی فرقی نمیکنه. شما میتونید توی تابستون کاشت مو انجام بدید ولی 9 روزی که باید رعایت کنی و زیر باد کولر باشی، هیچ فرقی نمیکنه. ولی خب مثلا بعضیا عقایدشون اینه که آره توی زمستون کاشت مو بهتره و اینا، یا مثلا به خاطر گرمای هوایی که هست نمیان زمستونا کلینیک ما شلوغ‌تر میشه. و الان چند روزی است که وارد 6 ماه دوم سال شدیم، یعنی پاییز و کم کم داریم میریم رو به شلوغی و من حسابی نگران اینم که بخوام کمکاری کنم، نتونم ویدیو بذارم اونقدر. همین الانم کمکار شدم و از من کارم رو تو یوتیوب از 2 ماه پیش تقریبا شروع کردم، یعنی توی تابستون. و تابستونی که خلوت بود من میتونستم هر روز برای شما ویدیو بگیرم و آپلود کنم، ولی متاسفانه چون داره شلوغ میشه خیلی نگران اینم که نتونم ویدیو بگیرم و بذارم و باید یه برنامه ریزی برای خودم انجام بدم چون تایم کاریم طولانیه. مسلما کارهای دیگه ای دارم که باید بهشون برسم و باید یه برنامه ریزی انجام بدم که بتونم در هفته حداقل 2 تا ویدیو بگیرم که بخوام براتون بذارم، یا یه روزی که در هفته آفم باید 2 تا ویدیو بگیرم، 2 تا آرایش مختلف کنم و 2 تا ویدیو بگیرم که نگران نباشم، یا اگه لازم باشه 3 تا. اگه ایده ای دارید، اگه راهنمایی دارید که میتونید بهم بکنید حتما بگید که چیکار کنم. تایم کاری مثلا بعضی اوقات اگه مریض مراجعه کننده ای که داره میاد برای کار آزمایشش آماده باشه، 7 صبح و تخت باشه 7 صبح به من میگن بیان. در غیر این صورت اگه آزمایشش آماده نباشه 10-11 صبح، اون 7 صبح میره آزمایش میده، 10-11 ظهر جواب آزمایشش آماده میشه و اگه تخت باشه به من میگن بیام و اگه نباشه منتظر میمونن که یکی تموم کنه که اگه اون کم داشته باشه و بخواد زود تموم کنه 3 هستش 2 هستش و ممکنه که 2-3 بعد از ظهر به من تخت بدن و من تا ساعت 1 شب سر کار باشم. اگه 7 صبح برم احتمالاً 7-8 هست تموم میکنم که بعدش زیاد حرف نزنم سرتون درد نیارم، ولی خلاصه نگران این موضوع هستم. اگه ایده‌ای دارید، نظری دارید حتما به هم بگین چون دوست دارم، واقعا دوست دارم هر روز براتون ویدیو بذارم ولی نمیشه به خاطر شرایط کاریم و باید یه برنامه ریزی انجام بدم. خب ریملم رو زدم، میرم ریمل پایینم هم میزنم، فکر پایینم رو بخوام یه روژگونه صورتی بزنم، صورتی حالا باز بگو نه صورتی هلویی دارم، میخواد امروز روژگونه هلویی بزنم، میخوره اینجا هلوی شایندار میزنم. شاین دوست دارم، زاید یکم نزدیک شم. الان نزدیکترم، حس بهتری دارم. خب از اینجا به سمت بالا یه کوچولو لبخند. به نظرتون کافیه؟ به نظر من که کافی نیست، ولی در کل زیاد نمیخوام روژگونه بزنم. اصلا چند وقتی آرایش میکنم زیاد روژگونه نمیزنم.
خب داره زیاد میشه، پس کافیه دیگه. حالا از اونجایی که تصمیم گرفتم با شروع شدن نیمه دوم سال آرایش‌های پاییزی و زمستونی شروع کنم، میخوام یکم وایب سرما به صورتم بدم، نوک بینیمو قرمز کنم که انگار مثلا سردمه. قبلا میزدم اینجوری به این صورت کل تیغمو قرمز میکردم، ولی الان میخوام فقط نوک بینیمو قرمز کنم. باحاله، یکم وایب سرما. خب این از این. یه رژ ملیح میزنم و حواستون هست که دارم همش از این تینت استفاده میکنم. خیلی باحال، رنگش میمونه و خوش رنگم هست. مثلا میخوام کم رنگ رو بزنم، خیلی خوبه. پس یاد بگیریم که هیچی رو زود قضاوت نکنیم. هرچند که هنوزم میگم از کیفیتش اونقدر راضی نیستم، ولی رنگش و موندگاریش خوبه. ببینید داره تیکه تیکه میشه رو لبم، میبینید؟ به این صورت. خب اینم از آرایش من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یه برق لبم آخر سر زدم روی تینتم و به نظر خودم که خیلی خوب شده. دوستتون دارم خیلی زیاد.